دوستای عزیزم، روز جمعتون بخیر. امیدوارم که همه روزای زندگیتون خوب باشه. امروز اومدم بیرون یه جای خیلی زیبا که دوست داشتم شما هم ببینید. قبل از اینکه بخوایم صحبتی شروع کنیم یا موضوعی رو مطرح کنیم، بهتر اول فضا رو ببینید و از فضا لذت ببرید. امیدوارم که از فضا لذت برده باشید. لب دریا اومدیم و یه روز خیلی زیبا. امروز می‌خواستم، جالب بود واسم، می‌خواستم یه موضوعی رو مطرح کنم در مورد اینکه چرا اکثر آدما از نعمتایی که تو زندگیشونه به نحو احسن استفاده نمی‌کنن، خصوصا نعمتای بزرگ و گرانبهایی که رایگانه. یعنی اگه ما بخوایم اشاره خیلی دقیق و واضحی بکنیم، اصلا از خودمون شروع بکنیم، ما از قلبمون میتونیم شروع کنیم. هم رایگانه، هم هزاران کار رو برای پمپاژ یه خون تو بدن ما انجام میده که اگر اون کار رو نکنه ما اصلا دیگه طبیعتا زندگی نداریم و نمیتونیم زندگی کنیم و نمیتونیم زنده باشیم. از چشم گرفته که بینایی رو به ما داده، از گوش گرفته که شنوایی رو به ما داده، از دست گرفته که تمام فعالیت‌های روزمره‌ای که با دست میشه انجامش داد رو اگر واقعا یه دستش رو از ما بگیرن، تقریبا 50% فعالیت‌هامون، نه شاید هم 70% فعالیت‌هامون از بین میره دیگه. حالا اون افرادی که دست ندارن یه سری کارا میکنن اونا استثنان، من منظورم اونا نیست و مورد احترام هستن. اونا افراد واقعا از دید من خارق العاده. نگاه کنید، ما وقتی میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم که قدر همه چیز تو زندگیمون بدونیم، شکرگزار همه نعمت‌ها باشیم. وقتی ما شکرگزار باشیم طبیعتاً هم مثل کسی که ما بهش کمکی بکنیم و اون حتی تشکر خشک و خالی نکنه، طبیعتاً یک بار، دو بار، سه بار کمکش که بکنیم و ببینیم تشکری نکرده، گرچه هرچی برای دل خودمون هم باشه، بالاخره اون ما رو دلشادتر میکنه برای کمک‌های بعدیمون. این آدم وقتی شکرگزار باشه طبیعتا نعمت‌های خدا هم بهش زیادتر میشه. ما از شکایت‌ها هیچی گیرمون نمیاد. من به نظرم میدین چرا از شکایت‌ها چیزی گیرمون میاد؟ به خاطر اینکه این همه نعمت داده شده، بعد تشکر نکنیم، بعد شکایت هم بکنیم، خب این خیلی بده. من منظورم شکایتایی نیست که طلبکارن مردم یا هر چیز دیگه. بله یه سری شکایت‌ها هست به جا هستن، ولی یه سری شکایت هست از نعمت‌ها که چرا فلان چیز شد، چرا فلان اون چیز شد، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. طبیعتا توی زندگی آدم‌ها هر اتفاقی که میفته مقصرش خود ماییم. حداقل 95% با این نظر من موافقن که آقا مقصر اکثر موضوعاتی که هست ماییم. اگر ما پول نداریم مقصرش ماییم، اگر ما پول داریم باز کار خودمونه، خودمون تلاش کردیم. حالا ما نمیخوایم از مبحثمون دور بشیم، منتها میخوام بگم که اگر انسان‌ها شکرگزار نعمتایی باشن که دارن و نعمتایی که بهشون داده شده رو ببینن، قطعا خیلی راحت‌تر میتونن موفق بشن. قطعا خیلی راحت‌تر میتونن موفق بشن. نگاه کنید، ما باید قدر نعمتایی که رایگان بهمون داده شده رو اول بدونیم. وقتی قدر اونها رو دونستیم، قدر تمام چیزای دیگر رو میدونیم. بالفرض مثلا یکی از دوستان بودش که میخواست یک زبانی رو یاد بگیره و من بهش آموزش میدادم. ایشون دلسر نبود، در واقع دلگرم بود، ولی نه آنچنانی که اگر بری کلاس و هزینه پرداخت کنی و سر کلاس بشینی و در هفته 2 جلسه بری و به اون شدت جدی بگیری. نه، جدی نمیگیره. خب ایشون، من که بهشون زبان رو یاد میدادم، بعد تقریبا 1 هفته دیدم که اصلا پیگیری که نمیکردن. من که حاضر بودم همیشه، پیگیری نمی‌کردن، تا اینکه دیدم به یه آموزشگاهی پیام دادن و اون آموزشگاه به اونها گفته بود تقریبا مبلغی اگر به تومن ایرانی بخوام حساب کنم، چون من عمان زندگی میکنم دارم میگم، 99 ریال میشد، تقریبا میشه به حساب ایران 17 میلیون. ببخشید، تقریبا 17 میلیون تومان. دیدم به شدت جدی. گفتم از اونجا بود که ما فهمیدیم اگر واقعا انسان‌ها یه پولی رو بیان هزینه بکنن، همه موضوعات رو جدی میگیرن. ولی اگر رایگان باشه هم جدی نمیگیریم، همین که سهل انگاری مثلا در مورد اون موضوع. یعنی کافیه به ما یک شخصی رو بگه آقا من فلان کار رو برای شما به صورت رایگان انجام میدم، ببین موضوع رو شاید جدی نگیریم، ولی کافیه هزینه داده باشیم. ببینین پوست اون شخص رو ما میکنیم، 10,000 بار بهش زنگ میزنیم، پیگیری میکنیم، یا اگر یک درسی رو داده 10 بار ما تکرار میکنیم تا اون یاد بگیریم. چرا؟ چون هزینه کردیم. خب پس خدا هم هزینه کرده و این نعمت‌ها رو در اختیار ما قرار داده. ما اینا رو یه ذره جدی‌تر بگیریم. مبحث دوم، وقتی آدم
شکرگزاری میکنه به نعمت‌ها دست پیدا میکنه. بعضی موقع‌ها اگر انسانایی هستن که بهشون فشار میاد، فشار واقعی و جدی، حالا یه سری فشار هست که گذرا هستن و خیلی کوتاهن، ولی یه سری فشار هست واقعا جدی هستن. ببینین فشارهای جدی رو به نظر من باید اینا رو فرصت دونست. این فشارهای جدی رو باید فرصت دونست واقعا، چون این فشارهای جدی باعث میشه که مغز ما بیشتر کار کنه و بیشتر دنبال راه حل باشه. ما از این فرصت ها نباید شاکی بشیم. اگر شاکی بشیم ببین اون ما رو ناراحت تر میکنه و ما قطعا ناامیدتر خواهیم شد. پس اگر ما ناامید بشیم ما رو توی یک شیب خیلی تند توی اون مشکل قرار میده و ما رو به مرز نابودی میکشه و به هیچ جایی نمیرسه. ولی اگر با عنوان یک فرصتی که قرار یک اتفاق خیلی خوب بیفته بهش نگاه کنیم، قطعا یک راه خیلی خوب به خاطر اون تفکری که ما داریم فکر میکنیم که چیکار کنم من راه حل رو پیدا کنم، تا این مشکل حل بشه، بالاخره به یک راه حل خیلی خوب میرسید و قطعا بعدها لذت خواهی برد که چه خوب شد این اتفاق افتاد و من تونستم یه پیشرفت خیلی خوب داشته باشم. پس عزیزان فشارها رو غنیمت بشماریم، از اونها به نحو احسن استفاده کنیم. ببینید اگر ما توی یک زندگی هستیم که ازش راضی نیستیم، طبیعتاً مشکل از ما هستش، مشکل از هیچ جای دیگه نیست، نه از طبیعت نه از خداونده. چون همه اینها میدونید که اگر یک ذره بالا پایین بشه همه چی به هم میریزه. پس همه چی دقیق پیش رفته. اگر چیزی در زندگی ما هست و ازش ناراضی هستیم، مقصر ما دنبال ریشه اونها بگردیم. شاید یه سری اطلاعات نداشته باشن که آقا مقصر خودشونن یا دلیل این اتفاقاتی که داره تو زندگیشون میفته چیه. اگر یک ذره توجه بکنن، تحقیق بکنن در مورد اینا، قطعا به اونا خواهد رسید. پس ما در تلاشیم که زندگیمون بهتر بشه دیگه. طبیعتا همه ما تلاش میکنیم که زندگیمون بهتر بشه، درآمد بیشتری داشته باشیم، خونه بهتری داشته باشیم، ماشین بهتری داشته باشیم. امیدوارم که همه ما همینا رو داشته باشیم. امیدوارم. ببینید در مورد کسایی هم که میگن مثلا نه انرژی مثبت و حرف و اینا همش حرفه، ببینید خب طبیعتا زبان رو خداوند داده برای حرف زدن دیگه. ما باید از زبان استفاده کنیم تا بتونیم به همدیگه بفهمونیم به چه چیزی نیاز داریم. مثلا خب زبان خدا داده واسه همین. اگر افرادی که دارن صحبت میکنن بله اونا هم درست میگن و واقعیت هم همینه، اگر انرژی مثبتی میگن، اگر هر چیز هست و شما اگر نتیجه نگیرید، مقصر گفتار اون افراد نیست، اونا حرفشون رو به شما رسوندن. خب معلم هم میسته توی کلاس مدرسه میسته و به شما آموزشی درس میده. حالا بستگی داره شما توجه کنید، توجه نکنید، تمرین کنید، توی خونه تمرین نکنید، آموزش ببینید نبینید. خب معلم کار خودش رو طبیعتا کرده. شمایید که باید آموزش ببینید و آموزش رو درک کنید و تمرین تا نتیجه. متوجه شدید؟ باید تمرین کنید تا نتیجه بگیرید. ما فقط این نیست صرفا که فقط حرف فلانی رو گوش بدیم. بله خب ما میتونیم بریم بشینیم سر کلاس و معلم بیاد یه حرفی رو بزنه، خب و ما فقط بشنویم و نه تمرینش کنیم نه ادامه بدیم. ببینید با ادامه دادن که تمام کارها انجام میشه. شما یه آتیش هم بخواید روشن کنید، همون لحظه اول آتیشی که میزنید روشن نمیشه. حالا بنزین هم بریزین همون لحظه روشن میشه، ولی آیا استقامت پیدا میکنه؟ خب باید انقدر باد بزنید تا اون تبدیل به آتیش و زغال بشه. خب پس هر کاری نیاز به تمرین و استقامت داره. پس اگر کسی حرفی میزنه جبهه علیهش نگیرید. حرفاشون رو میزنن، درست میزنن. کسایی که میگن انرژی مثبت، بله اینا واقعیت، من تو زندگی خودم هزاران بار تجربهش کردم. به هر چی فکر کردم بهش رسیدم، حالا چه خوب بوده چه بد بوده بهش رسیدم دیگه. واقعیت اینه که ما اون حرفایی رو که میشنویم اگر خوبن که ازشون استفاده کنیم، اگر هم بدن که میدونیم بدن استفاده نمی‌کنیم. ولی واقعیت امر اینه که تو زندگی ما هر چی که هست توسط خودمونه و توسط ذهن ماست. پس سعی کنیم یه ذره با افرادی زندگی کنیم و با افرادی راه بریم که سطح انرژیشون بالا باشه، چون اگر منفی باشه به مرور زمان میبینید که دارید تنزل میکنید و به این موضوع هم نمیتونید پی ببرید، چون ذره‌ای سقوط میکنید. یکو سقوط نمیکنید که متوجه اون حبوط بشید. ببین سقوطمون سقوط آزادی نیست که ما متوجه از سقوط کردیم. ما یکم همونجوری که آدما بخوان ثروتمند بشن طبیعی رو میگم. حالا هست افرادی که یک شب هم ثروتمند میشن بعد، ولی کسایی که بخوان طبیعی ثروتمند بشن خب ذره ذره اصلا پله پله نهایتا دو پله نهایتا با آسانسور میرن دیگه. بالاخره یه مسیر رو طی میکنن و اون مسیر طبیعی و منطقی هستش. من به نظرم اینها رو رعایت باید بکنیم. ما باید تمرین کنیم تا به اون نتیجه دلخواهمون برسیم. حالا توی مسیر چه اتفاقاتی میفته؟ توی مسیر یه سری اتفاقات میفته اینکه شما رو از راه برگردونه. اونجاست که شما ناراحت میشین و باید استقامتتون رو اونجا نشون بدید. اون لحظه ای که میخواد شما رو ناراحت بکنه
که استقامت شما رو ببینه. چون شما اگه استقامتی نداشته باشید مثل آهن دیگه. خب آهن اگه استقامت خودش رو ثابت نمی‌کرد توی ساختمان‌ها به کار نمی‌برد. برده نمیشد، ببخشید معذرت میخوام، به کار برده نمیشد برای ساختمون ها و ساختمون سازی. خب پس اون ثابت کرد استقامت خودشو. خب شما اگر در همون ابتدای مسیر اگر استقامت خودتون رو ثابت نکنید قطعا به نتیجه خواهید رسید. شما ابتدای مسیر اگر دیدید ناراحتی براتون ایجاد شد باید بگین خب خدا رو شکر خب پیش میاد دیگه، من ادامه میدم تا موفق میشم، من ادامه میدم. ببین هر چیزی که سر مسیرتون اومد نباید شما رو ناراحت کنه، چون ممکنه ناراحت بشید و یه حرف منفی بزنید و همون حرف منفی بعد چند روز تو زندگی شما پدیدار میشه و باز هم این اتفاق باز تکرار میشه. ببین اتفاقی که افتاد، اتفاق منفی، باز هم شما حرف منفی میزنید دیگه. پس شما هر چی دارید اینجا میکارید باز دارید خراب میکنید. پس سعی کنید وقتی این تمرین رو انجام میدید برای موفقیتتون یا حالا انرژی مثبت یا حالا هر رویایی که تو ذهنتون هست، سعی کنید وقتی اون رو انجام میدید و دارید تمرین میکنید دیگه زحماتتون رو بیهوده به باد ندید. اتفاقاتی توی راه میفته برای سنجیده شدن شما، برای قدرت شما که به مرحله بعد ارتقا پیدا کنید تا برسید به مقصدتون. پس لطفاً اگر مشکلاتی باهاتون توی راه مواجه شد بگید خب اهمیتی نداره، من که دارم پیشرفتمو میکنم. این هم قسمتی از اون ساختمان سازی است دیگه. بالاخره هر ساختمانی رو بخوام بسازن اول حالا اگر زمین هستش حفاری میکنن، گود میشه، کسی که از دور میبینه میگه چه گودالیه. اگر ساختمان باشه اول ساختمان رو خراب میکنن، 2 طبقه 3 طبقه رو خراب میکنن، بعد یه برج اونجا میسازن، ولی همون ابتدا به یک شکل خرابه در میاد. پس شما همون ابتدای مسیر نباید کوتاه بیاین، باید ادامه بدین. اگر اتفاقی هم گفتم افتاد، ناراحتی به جای ناراحتی باید بگید خب اتفاق عادیه میفته، من مسیرمو دارم ادامه میدم و به نتیجه قطعا خواهم رسید. اون استقامت مهمه دیگه. وگرنه آدمو خب خیلی هستن که خیلی ماشینا هستن بله فشار میاد به موتورشون میسوزه موتورشون، ولی هر ماشینی ماشین نمیشه. اونجا خودش رو ثابت میکنه. هر ماشینی 200 کیلومتر در ساعت نمیره، هر ماشینی 300 کیلومتر، هر ماشینی 500 کیلومتر نمیره. اگر بوگاتیه به خاطر اون سرعت بالایی که داره و به خاطر اون طراحی ساختش که هست، خب اینها خودشون رو ثابت کردن. پس شما باید در مسیر خودتون رو ثابت کنید. پس لطفاً توی مسیر خسته نشید. اگر مشکل پیش اومد بگین اصلا اهمیتی نداره، من دارم پیش میرم و موفقیتم میرسم. ان شاءالله که همه شما و من به موفقیت و رویایی که تو ذهنمونه برسیم.